الان کیله رو میپاشیم روش برای محافظت از رنگ. بعد از این یک دست شاپان بهش میزنیم که پتینه کنیم یا سایه روشنش کنیم. الان کیله رو میپاشیم. دوستان اتمام کار رو حتما براتون میذارم، لایک سابسکرایب فراموش نشه. همین الان چنلمون رو زدیم. نمیدونم تو دوربین معلوم هست یا نه، اما رنگ داره براق میشه. رنگ داره براق میشه. نمیدونم تو دوربین معلوم هست یا نه. کاملا از این جیمسازی کار ممنون.